به نام خدا. سلام دوستان، با تخته شماره 5 از دوره دیلی تاک و بخش سمال تاک در خدمتتون هستم و داریم با هم دیگه بررسی میکنیم که چجوری یک گریتینگ رو درست بکنیم، یه احوال پرسی بکنیم و یه گپ و گفت کوچولو با کسی داشته باشیم. و این تخته همچنان مثل تخته قبلی وقتی اتفاق میفته که شما طرف مقابلتون رو میشناسید، یعنی اینکه کاملا موقعیت اینفورماله و گاهی اوقات توی این قسمتایی که پایین نوشتم سوپر اینفورماله و نمیشه برای کسی که اصلا نمیشناسیمش استفاده بکنیم. این دو خط اول رو ببینید. توی فرهنگ آمریکایی American culture, when you see some of your friends, maybe your family members or maybe one of your colleagues maybe doesn't feel well, خیلی حالشون خوب نیست، مثلا they look tired, they look sick, they look exhausted، خیلی به نظر خسته میان، خیلی به نظر انگار که حالشون خوب نیست، مریضن. این سه تا خط اول رو میتونم ازشون بپرسم. توی فرهنگ آمریکایی میپرسم که it is you look worried، انگار که شما یه ذره نگران اون طرف هستید. you want to check on them and see if they are good، میخواید که چک بکنید ببینید حالشون خوبه. are you okay with this tone of voice، این دقیقاً با این تون صدا، با این intonation. are you okay because you look worried about them، برای اینکه شما خیلی نگران به نظر میرسید براشون، چون انگار حالشون خوب نیست. حالت خوبه؟ are you alright همون معنی بالایی رو میده، یا you alright خوبی، یا you alright که البته این بیشتر این خیلی توی بریتانیا بیشتر استفاده داره، یعنی من میتونم این آر رو بردارم. حالا تفاوتش با اون فرهنگ بریتانیایی بریتیش کالچر چیه؟ بریتانیا دقیقاً این رو، این are you alright یا you alright یا you alright اینو دقیقاً وقتی استفاده میکنن که میخوان بپرسن how are you، حالت چطوره، میخوان بپرسن how are you doing، یعنی دقیقاً به جای how are you یا how are you doing استفادهش میکنن، حالت چطوره، بدون اینکه مثلا فکر کنن که طرف حالش بد بوده و من میخوام چک بکنم ببینم که حالش خوب هست یا نه. ولی آمریکایی‌ها اگر بهش به عنوان how are you، یعنی خیلی بی مقدمه، طرف حالش خوبه رسیدی بهش و بهش بگی که are you alright، دقیقاً مثلا ممکنه بگه که why wouldn't I be، چرا حالم خوب نباشه، آره حالم خوبه. پس من این رو به عنوان احوال پرسی به جای how are you یا how are you doing توی فرهنگ آمریکایی نمیپرسم، ولی تو فرهنگ بریتیش دقیقاً همون جایگاه رو داره. و اگر من بخوام اینو تو فرهنگ آمریکایی استفاده کنم وقتیه که من یه انزایتی دارم نسبت به دیگران، خود انگار نگران هستم، نگاه میکنم من طرف حالش خوب نیست، مثلا میگم که are you alright، حالت خوبه، you alright you look tired، مثلا اون طرف هم ممکنه من میگه که no I'm not so good، مثلا I feel a little bit tired، یه ذره احساس خستگی دارم. این جمله بعدی که دقیقاً وقتی که شما میخواید حال یه کسی رو بپرسید که احساس میکنه همچین از نظر جسمی، مثلا از نظر روحی mentally or physically خیلی حالش خوب نیست. البته من این قسمت رو براتون نگفتم، اول بهتر بود که اینو بگیم how do you feel، how do you feel today یا how are you feeling. این how are you feeling یا how do you feel شاید بشه به جای how are you استفاده کرد، ولی خیلی اسپسیفیکه. وقتی من به کسی میگم how are you یعنی خیلی دنبال این نیستم واقعا حالش رو بپرسم، فقط دنبال این هستم که یه سر حرف باز بکنم، خوبی، اونم طرف میگه حالت چطوره، good I'm good و تمام. ولی وقتی که میپرسم how do you feel یا how are you feeling انگار که یه خورده ریزتر شدم، انگار یه حسی داشتم که این آدم حالا یا جسمی یا مثلا روحی حالش خوب نبوده و ازش میپرسم. ممکنه که بدونم حتی که قبلا چه وضعیتی داشته و ازش بپرسم are you feeling better، are you feeling better. In American accent we pronounce this better, but in British accent we pronounce this better. و ممکن این any رو هم اصلا به کار نبرم، بگم are you feeling better or are you feeling any better، یعنی بهتر شدی یا اصلا حالت بهتره. توی همچین شرایطی طرف میگه thanks I'm feeling well I'm good thanks، یا I'm a little bit better I'm a little bit better، یه ذره بهترم، یه خورده بهترم. این دقیقاً تو جواب احوال پرسی که من میدونم که نگاه میکنم میبینم کوورکرم یا کالیگزم خیلی حالش خوب نیست،
یا مثلا دوستم خیلی حالش خوب نیست، این رو ازش پرسیدم. و من یه بخشی اینجا نوشتم و با این کلماتی که قرمز هستن این رو میتونم بذارم و سابستیتیوت کنم با هر کدوم از اینایی که اینجا گذاشتم. مثلا بپرسم how is how's your یعنی چطوره. how's your back یعنی کمرت چطوره. میدونستم کمرش خوب نیست. ببین من اینجا دارم یه سر صحبت باز میکنم، یه small talk درست میکنم مثل خودمون، یعنی اینکه دوستمه، فامیلمه، حالا یا ریلیتیو یا فرندز یا مثلا کوورکر یا فامیلی ممبر، میپرسم ازش how's your back or how's your backache کمر دردت چطوره. how's your headache سردردت چطوره. میدونستم سردرد داره. how's your stomach یعنی معدت چطوره or how's your stomachache معده دردت چطوره. البته stomach معنی دل هم میده. یا مثلا میدونم که خانومش مثلا حالش خوب نبوده، میپرسم how's your wife خانومت چطوره. این سوال خیلی شخصی ها، خیلی پرسوناله و من تا زمانی که خیلی احساس نزدیکی با کسی نکنم نباید این سوال رو بپرسم، مخصوصا که واقعا توی بعضی از فرهنگ‌ها مثلا فرهنگ‌های آمریکایی و فرهنگ بریتانیا خیلی سوال شخصیه این قسمتی هم که اینجا نوشتم و تا زمانی که اون احساس دوستی شدید وجود نداشته باشه من نمیتونم این سوال رو بپرسم. و وقتی مثلا میپرسم که how's your wife's back کمردرد خانومت چطوره، مثلا میدونستم که مشکل داره. For example she was in the hospital توی بیمارستان بوده و من دارم چک میکنم. یا مثلا میپرسم که how's your mom's leg پای مامانت چطوره. میدونستم که مثلا مشکل داشته توی کسته توی گچه و من پرسیدم که مثلا پای مامانت چطوره. مثلا میتونم ادامه بدم که has she been discharged from the hospital has she been discharged مرخص شده از بیمارستان from the hospital از بیمارستان. این has she been discharged یک جمله مجهوله ها، این رو بهش دقت بکنید. اینو میبینید اینجا من خط بکشم زیرش. جمله معلومش این شکلیه. بذار من جمله معلومش براتون بنویسم با این ماژیک آبیه بنویسم. مثلا تو جمله معلوم میگیم که hospital or the hospital the hospital has discharged جا نمیشه میمون بالا discharged her یعنی بیمارستان مرخصش کرده. خب ولی ما معمولا اینجوری نمیگیم بیمارستان مرخصش کرده. اینو بیارم اینجا سوالیش بکنم has the hospital discharged your mom نمیگیم اینجوری. اصلا تو فارسی خودمونم مصطلح نیست. حالا کاری ندارم که ما هیچ وقت گرامرها رو با هم دیگه مقایسه نمی‌کنیم. اون شیوه جی ای خیلی منسوخ شده، خیلی قدیم. جی ای یعنی grammar analyst. من اینجا این رو تو فارسی هم نمیپرسم بیمارستان مامان تو مرخص کرده، نه میپرسم مامانت مرخص شده از بیمارستان. در حقیقت جمله‌ای که من اینجا نوشتم یک جمله پسیو، یک جمله مجهوله. نمیخوام گرامر درس بدم و این جمله مجهوله، فقط گفتم که یه کوچولو راجع به این قسمت توضیح بدم. و در حقیقت توی این جمله که من نوشتم مامان تو یا she has your mom، مامان تو فاعل جمله و سابجکت جمله نیست بلکه آبجکت مفعول جمله است. و وقتی من دارم میگم که has she been discharged، این جمله‌ای که من اینجا نوشتم این has been discharged یک passive voice، یک جمله مجهول present perfect و در حقیقت فاعل جمله من هاسپیتال مامان منو مرخص کرده یا مرخص نکرده. ولی چون جالب نیست و معمولا جملات مجهول خوشگل‌ترن، خیلی مثلا غیر رسمی تر و شاید بگم که غیر رسمی شاید واژه خوبی نباشه، غیر مستقیم ترن، خیلی ادبی ترن، خیلی باحال ترن، معمولا از شکل مجهول استفاده می‌کنیم. پس این جمله من یک جمله مجهوله. حالا مثلا ممکنه که من راجع به خواهرت بپرسم، بگم که how's your sister. باز تاکید میکنم من تا زمانی که با طرف احساس نزدیکی نداشته باشم راجع به خواهرش ازش نمیپرسم. how's your sister. For example your sister is pregnant. مثلا خواهرت بارداره. how's your sister. خواهرت چطوره. has she had her baby yet. بچه‌شو به دنیا آورده، بچه‌ش به دنیا اومده یا هنوز بچه‌ش به دنیا نیومده.
این یس معنی هنوز رو میده. یا مثلا دقیق تر بپرسم when is the baby due؟ بچه کی به دنیا میاد؟ یا تاریخ تولدی که برای به دنیا آمدنش مشخص کردن due D-U-Y من D-U-E sorry من این رو افتاد تخت پاک کنم اینو اینجا ذره واضح ترش بکنم. بچه کی به دنیا میاد؟ باز دوباره سوال خیلی شخصی so personal نباید از هر کسی بپرسیم. یا مثلا من میخوام از طرف بپرسم گذشته اصلا how was uni means university دانشگاه چطور بود؟ من هر کدوم از اینا رو میتونم به زمان گذشته هم بپرسم how was uni or how was university or how's university دانشگاه چطوره؟ منظورم که چطور پیش میره و مثل قبل که داشتیم how's university going یعنی من اینجا میتونم یه going بذارم دانشگاه چطور پیش میره وضعیت دانشگاه چطوره. قبل از که بیام این پایینو بهتون میگم که خیلی اینفورماله اون بالا رو نگاه کنید what's good من چون جا نشد وقتی داشتم تخته رو مینوشتم و بعد یهو یادم افتاد اون اومدم اونجا اضافه کردم what's good و یه good این رو بیایم با این من ترکیبش بکنم. یه واتساپ داشتیم و how's it going اگه یادتون بیاد که قطعا باید یادتون بیاد و تمرین کرده باشید. وقتی من میگم what's up یا how's it going میتونم از what's good هم استفاده کنم. what's good یعنی اون what's t silent اینجا what's good یعنی همون what's up یا how's it going یعنی چه خبر یا همون که مثلا اوضاع چطوره nothing هیچ خبری نیست. دقیقاً این جوابیه که من توی how's it going یا توی واتساپ دادم. یه چیزی داخل پرانتز نوشتم خیلی اینفورمال that is super informal و شاید بین جوانها و بین مردها شاید بیشتر رایج باشه same shit که من اصلا ترجمه‌ش هم نمی‌کنم ولی همون معنی nothing رو داره همونی بود که همون فلانی بود که بود. you good خوبی؟ you good به جای که بگم are you good دقت کنید که چقدر ما گرامر رو تو محاوره میشکنیم همونطور که تو زبان خودمونم میشکنیم. you good for sure means for sure آبی اینجا بنویسم این دقیقا همون for sure یعنی حتما چرا که نه چرا حالم خوب نباشه. ببینید خیلی خیلی رسمی تر شده for sure و این پایین دقیقا مثل همون what's good میتونم بپرسم what's popping what's cracking what's shaking. قبل از اینا رو توضیح بدم یه بار دیگه دارم تاکید میکنم اصلا قرار نیست ما همه اینا رو بگیم و به کار ببریم. من یه تیکه کلام تو زبان فارسی خودم دارم همینو میگم شاید اصلا همین فامیل و دوستا مثلا من بگم مسخره کنم میگم فلانی شدی یعنی من عادت دارم یکی میپرسه مثلا من میبینمش میگم سلام چطوری سلام احوال شما خوبین این تیکه کلام من میگم سلام احوال شما خوبین همین. من هیچ وقت به کسی نمیگم قربون شما خواهش میکنم عزیزید من اینو یاد گرفتم و همین رو میگم یعنی این تیکه کلام منه. بنابراین من اینا رو دارم میگم که وقتی میشنوید بدونید چجوری باید عکس العمل نشون بدید و قرار نیست همه اینا رو من یاد بگیرم و به کار ببرم نه من یکیشون رو یاد میگیرم و به کار میبرم 2 تاشون رو به کار میبرم ولی میدونم وقتی که باهاش برخورد داشتم یک کسی به من گفتش که what's cracking و فکر نکنم crack معنی این که مثلا شکاف خوردن میده مثلا پرسید what's cracking منظورش اینه که چی از وسط داره ترک میخوره یا مثلا میگه what's popping چی ترکید منظورش این نیست که چی ترکید what's shaking منظورش اینه که چی تکون خورد نه وقتی طرفم میگه what's popping what's cracking what's shaking منظورش دقیقاً what's up منظورش دقیقاً what's good و یا مثلا وقتی از من یکی به من میگه what's good یعنی چی خوبه من میگم I don't know what good is من نمیدونم چی خوبه نه منظور دقیقاً اینه که what's up برای اینکه من بدونم. پس من اینا رو فقط کار میکنم که بدونم وقتی به گوشم خورد بدونم که چی هستن. What's popping, what's cracking, what's shaking. من 3 تاشو براتون برای بار دوم و سوم تلفظ کردم. معنی خودشون هم گفتم تحت اللفظ یا پاپ به معنی ترکیدن. مثلا I have a flat tire or pop tire یعنی پنچر، لاستیک پنچر. بعد crack به معنی شکاف خوردن و ترک خوردن. What's cracking دقیقاً یعنی what's up. البته یه خورده این what's shaking یه ذره old fashionه.
خیلی کمتر به کار میره، شاید بیشتر اینها به کار بره. و گفتم بهتون که ممکنه بین آدم‌های خاص به کار بره. جوابش هم همون است. Nothing. Nada is in Spanish. It's a Spanish word. یه لغت اسپانیاییه. Nada means nothing. یا مثلا بگم که the usual means the usual. بریم همینجا. usual که البته بلد هستید. The usual. همون مثل همیشه. مثل قبل. یا بگم same old. مثل قبل. مثل قدیم. old اینجا یعنی قبل. مثل قدیم. ممکنه حتی بگیم same old. یعنی همون مثل قدیما. مثل قبل. یا مثلا بگم just cooling، یعنی کار خاصی نمی کنم. این just cooling، just relaxing، just chilling، اینو میبینید من اینجا گذاشتم. اینا در تهش جی داشته و معمولا توی نگارش مخصوصا توی تکستینگ ها نمی نویسن. وقتی که تو گفتار ما جی رو دراپ میکنیم و تلفظ نمی کنیم و سایلنته، تو نوشتارم نمی نویسنش، به جاش یه دونه از این اپوستروفی ها بالا میذارن. relaxing، chilling، chillaxing. relaxing و chilling رو دوتاش رو با هم مخصوصا جوان‌ترا ترکیب کرده و کردش chillaxing. یعنی just cooling. منظورم نیست که فقط دارم سرد میکنم و چرا ممکنه مثلا کسی بعد ورزش شما ازش بپرسید بگید که مثلا what are you doing؟ میگه just cooling، یعنی که دارم سرد میکنم، یا just chilling. ولی توی حالت عادی وقتی من میگم just cooling or just chilling، یعنی کار خاصی نمیکنم، اینجوری نشستم استراحت میکنم، خیلی کار خاصی ندارم. just relaxing یا enjoy the last days of the weekend، یا دارم از روزهای آخر هفته لذت میبرم، کار خاصی نمیکنم. chillaxing همون chilling and relaxing، کار خاصی انجام نمیدم. خب این تخته رو انشاءالله که خوب تمرین بکنید و کار بکنید و براتون فکر میکنم همین نکاتش رو توضیح دادم. میریم سراغ تخته بعدی و این رو هم بهتون بگم که خیلی سعی میکنم که چیزی جا نمونه. نکته‌ای من میتونستم این مبحث اسمال تاک رو خیلی سریع جمع بکنم و حتی تو بخش گریتینگ خیلی سریع با 3-4 تا دونه اصطلاح جمعش بکنم و دیگه اینقدر ادامش ندم. ولی واقعا دلم میخواد که هر چیزی رو که ممکنه شما تو فرهنگ‌های متفاوت بشنوید و از آدم‌های متفاوت مثل خودمون، جوان‌ترهای ما ممکنه یک اصطلاحاتی رو به کار ببرن که شاید اونی که یه خورده حالا سن و سالی ازش گذشته باشه نشنیده باشه، یا مثلا تینیجا واقعا یه اصطلاحاتی به کار ببرن که دیگران نشنیده باشن. مثل همین الان یه چیزایی میگن مثلا که به جای اینکه بگه فلانی از روی من تقلید کرد میگه اسکی رفت، و این کلمه اسکی مال نسل من نیست، حتی مال نسل قبل من هم نیست، مال یه نسل بعد از منه. و این اصطلاحات به خاطر اینکه زبان لنگویج داینامیکه و ایستانی است. میریم سراغ تخته بعدی و با درس بعدی در خدمتتون هستم. Board number 6 and the topic is talking to people you don't know. و تاپیکمون اینه که میخوام سر صحبت باز بکنم با آدم‌هایی که نمیشناسنشون و دقیقاً small talk قراره که با این تاپیک باشه. Okay, when you meet someone for the first time, can you say just hi, how's it going? Or hi, what's new in your world? Or how have you been? Of course not. میشه اولین بار یه نفر رو برای اولین بار ملاقات کردم بهش بگم سلام چه خبر؟ مثلا چه خبر جدید؟ What's up؟ یا اینکه حالت چطور بوده این مدت؟ قطعا نمیتونم این جملات رو بگم. خب اگه یه نفر رو برای اولین بار دارم میبینم، مثلا I meet someone for example for the first time، من اینجا نوشتم کجاها مثلا ممکنه یک نفر رو برای اولین بار ببینم. مثلا رفتم توی یک یوگا سشنی و اونجا توی جلسه یوگا حالا مثلا اتفاقی با این آدمی که بغل دستم میخوام سر صحبت رو باز کنم، یا مثلا رفتم توی کانفرنس یک graduation ceremony شرکت کردم، or for example I'm at the doctor's waiting room، توی مطب دکتر توی سالن انتظارم و میخوام سر صحبت با اون بغل دستی باز بکنم. مثل فارسی خودم میگم که مثلا شما تازه اولین بارت اومدی اینجا یا قبلا هم اینجا اومدی، یا مثلا توی یوگا سشن بهش بگم که خیلی وقت داری میایید اینجا، چند وقت میای اینجا، یا مثلا همین اطراف زندگی میکنی، سوال شبیه این. نکته مهم اینه که وقتی داری با یکی من صحبت میکنی when you're talking to someone you don't know
If that one just gave you one word answer or two words answer, it means she or he is not interested in talking. And that means you should stop this conversation. وقتی داری با یک نفر حرف میزنی و دیدی که اون فقط یک کلمه جوابتو میده، 2 تا کلمه جوابتو میده، یعنی خوشش نمیاد، علاقه‌مند نیست به حرف زدن، پس تو هم همینجا کانورسیشن رو کات میکنی. وقتی مثلا ازش میپرسی که مثلا is this your first time مثلا here، و طرف میگه که yes، این یعنی چی؟ یعنی خوشش نمیاد حرف بزنه، پس شما هم دیگه ادامه نمیدید. پس اگر من اینه که اینجا نوشتم، اگر یک نفر یک کلمه 2 کلمه جواب منو داد، یعنی من مکالمه‌ام رو کات میکنم. you don't push it، یعنی اینکه اصلا جلوتر نمیبرم، همینجا کاتش میکنم. و اینکه اگر یکی اینا رو از من پرسید من بتونم جوابش بدم. خب بریم سراغ اولین جمله‌ای که میتونم به یک نفر بگم. Imagine the situation. You have a doctor's appointment. یه نوبت دکتر داری. You're just sitting in the waiting room. نشستی توی سالن، اون اتاق انتظار یا اون سالن انتظار. And you want to talk to someone next to you. میخوای با اون آدمی که بغل دستت نشسته حرف بزنی. You can start with this sentence. میتونی با این جمله شروع بکنی. Hi, I'm Fatima. I am introducing myself. دارم خودم رو معرفی میکنم. Hi رو قبلا یاد گرفتی. Hi, hello. اینو قبلا یاد گرفتی. I'm Fatima. You're going to introduce yourself. و اگر هم میکنن جمله ندادیم خیلی مهم نیستا. سلام، من فاطمه‌ام. چون میخوای به اون آدم یه white flag نشون بدی، یک پرچم سفید نشون بدی که من سیفه، میتونی با من حرف بزنی. اینجا اسم خودت رو میگی، حالا کنارش میزنی. Hi, I'm Peter. Hi, I'm Harry. Hi, I'm Rose. Hi, I'm Sally. هرچی. What brings you here? What brings you here with this tone of voice? خیلی این تون صدای اهمیت داره. یعنی که من با یک friendly tone of voice، با یک تون صدای دوستانه با طرف دارم صحبت میکنم. What brings you here? البته اینو بهتون بگم ها، اینایی که من اینجا نوشتم هیچ کدومشون موقعیت خیلی فرمالی نیستن ها. اگر من رفته باشم برای یک مصاحبه شغلی، برای یک اینترویو، مطلقا نمیتونم اینجوری صحبت بکنم. یه خورده لحنم باید رسمی تر باشه. What brings you here؟ یعنی چی شده اومدی اینجا؟ چی باعث شده که اومدی اینجا؟ این یکی از سوالای خوبیه که میتونیم بپرسیم برای اینکه ببینیم دلیل اومدن طرف به مثلا اینجایی که الان اومده چی میتونه باشه. For example, you're taking your father to for example to a doctor's office. بردی پدرت رو به مطب دکتر و ببینی که مثلا اون طرفم بچهش رو آورده. میتونیم سوال بپرسیم What brings you here؟ یا میتونیم بپرسیم Is this your first time here؟ Is this your first time here؟ اولین بارته که میای اینجا؟ First time، اولین بار. این خیلی سوال خوبیه. اولین بار تو میای اینجا، مثلا میتونی همون لحظه بگی This is my first time. میتونی اینو نگی اصلا. اینو نگی و بگی first time، یعنی اینکه این اینتونیشنت رو باید رعایت بکنی. خورده سوالی میشه، یعنی که اولین بارتونه your first time. و اون طرف هم میتونه مثلا اگه دیدی طرف داره جواب میده که ادامه میده، که من میگم توی تخته بعدی که چجوری جوابا رو بدیم، یعنی که من میتونم کانورسیشن رو ادامه بدم. This is my second time. This is my second time here. من بار دوممه که میام اینجا. یعنی میخوام اکسپریانسمون رو با هم دیگه شیر بکنیم ها. و یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که وقتی من توی مطب دکترم یا توی یک یوگا سشنم یا رفتم توی یک لایبرری، یعنی من با اون طرفی که اومد اینجا یا توی کافی شاپ یا توی کافه، ما با هم دیگه we have something in common. ما با هم دیگه یک وجه اشتراک داریم. جفتمون اومدیم مطب دکتر چون احتمالاً مریضیم. جفتمون اومدیم لایبرری. We both come here because we love books. جفتمون اومدیم توی کتابخونه برای اینکه ما هر جفتمون کتاب رو دوست داریم. مثلا جفتمون اومدیم توی کنسرت because we are into music. برای اینکه ما عشق موزیکی. مثلا جفتمون اومدیم به یک سپورت کمپیتیشن، به یک رقابت ورزشی به خاطر اینکه خیلی به ورزش علاقه داریم. مثلا sport is our favorite. سپورت و ورزش فیوریت جفتمونه. پس
یه چیزی دارم که میتونم با اون طرف راجع بهش حرف بزنم، به خاطر همینه که دارم سر حرف رو باهاش باز میکنم. و اگر طرف ادامه داد من هم ادامه میدم. جمله بعدی رو ببینید. What are you here for? What are you here for? What are you here for? و این رو دقت کنید که توی لهجه بریتیش آر معمولا تو آخر کلمات خورده میشه، سایلنته. What are you? What are you? توی لهجه امریکن این تی شبیه د تلفظ میشه. What are you? ولی توی لهجه بریتیش اینو میخونه What are you? What are... دقیقا شما صدای ت رو میشنوید. What are you? بعد این آ رو نمیخونه. ببین یه بار خوب دقت کن. What are you? What are you? و من این رو لینک کردم با هم دیگه. ولی تو لهجه بریتیش طرف میگه What are you? What are you? What are you here for? What are you here for? البته که من متخصص لهجه بریتیش نیستم، ولی دقیقاً تو لهجه بریتیش آر توی آخر این دوتا کلمه و توی آخر کلمه آر کاملا سایلنت میشه و اینکه ت رو هم ت میخونه. What are you here for? What are you here for? What are you here for? برای چی اومدید اینجا؟ It means what is the reason being here? یعنی دلیل اینکه شما الان اینجا هستید چیه؟ اگه طرف علاقه من بود که بگه، من هم کانورسیشن رو باهاش ادامه میدم، میگم بهتون که چه جوابهایی میتونیم بگیم. Is this your first time you've been to this? و بعد یک از اینا رو بذارم. Is this your first time you've been this to? Please pay attention to this too. اولین بارته که اینجا توی این کنسرت اومدی، یعنی آمده ای، مثلا توی این کنسرت، باز با لهجه بریتیش کنسرت، با لهجه امریکن کنسرت. و اولین باری که مثلا اومدی به این چاریتی، به این خیریه، اولین باری که اومده ای به این تو اینجا یعنی به this و بعد اسم اونجا رو بذارید. مثلا is this your first time you've been to this exhibition, to this fair? اولین باری که به این نمایشگاه اومدی، به این گالری آرت اومدی. یا مثلا رفتید سینما، اولین باری که این فیلم رو میبینی به جای been بگید seen. Is this your first time you've seen this movie? اولین بارته که این فیلم رو اومدی ببینی، اومده ای در حقیقت. یه سوال دیگه خوبی که میشه پرسید، مثلا اگر طرف رو داری توی یک سپورتس هال میبینی، اگه طرف رو داری توی یک سپورتس هال میبینی یا داری توی یک جیم میبینی، من فکر کردم که اینو دارم، بالایی رو داریم. سپورتس هال داری طرف رو میبینی، توی یک جیم یا توی یک یوگا سشن یا توی یک والیبال کلاب یا توی یک مثلا تنیس کلاب، چس کلاب، رفتی یک مثلا باشگاه شطرنجی، هر جا داری اون آدم رو میبینی، بهش میگه اولین بارت هست که اومدی اینجا و میخوایم بپرسیم چند وقته داری میبینی. فرض کنید که طرف رو دارم توی یک ورکشاپی میبینم و توی اون ورکشاپه میپرسم که شما توی این ورکشاپ چند وقت دارید میاید و بعد میخوام ازش اکسپریانسش رو بپرسم. یا مثلا توی یک فرض کنید که کجا فکر میکنیم که میتونه اولین ادامه دار باشه، مثلا لایبرری. میتونید توی لایبرری یا همین توی این کلاب ها بپرسید که اولین بارته که داری میای توی این کلاب یا توی این لایبرری، یا چند وقته داری میای توی این لایبرری. How long یعنی چند وقته. How long. توی لهجه بریتیش و همینطور تو لهجه امریکن جی و کی متفاوته با لهجه ما توی فارسی. ما گ و کی رو خیلی جلوتر زبونمون میخوره، ولی تو لهجه امریکن و لهجه بریتیش مثل یزدیا و شمالیای خودمون، مثل مشهدیای خودمون اگه اشتباه نکنم، یه خورده حلقی تر تلفظش میکنم. مثلا ما میگیم بک، اونا میگن بک. یه خورده زبونتون از اواسط میخوره به کام دهنتون و یه خورده این حلقی تر تلفظ میکنین. How long have you sorry اینجا من یه اشتباهی کوچیکی داشتم. Have you been coming? How long have you been coming here? چند وقت دارید میاد اینجا؟ و بهتون میگم که چطوری جواب بدیم. حالا اینی که اینجا نوشتم اصلا قصدم این نیست که گرامر درس بدم.
اینی که من اینجا نوشتم یادتون باشه وقتی من میگم have you been coming، این جی رو هم دراپ بکنید. این یعنی این که یک مدتی شما از یک بازه زمانی شروع کردی به اومدن. همین الانی که من اینجا وایسادم و دارم باهات حرف میزنم، تو از اون موقع تا حالا داری میای تو این کلابه و همچنان هم داری میای. اگر بخوایم این طول زمان رو و همین الان رو نشون بدیم، باید از ترکیب have و has been و اون فعلی که ing داره استفاده بکنیم. حالا فرض کن مثلا شما پسرت رو داری میبری تو اون کلابه و من میپرسم که، یا اون طرف میپرسه که how long has your son been coming here؟ چند وقته که پسرتون داره میاد اینجا؟ رفتی مثلا دنبال شوهرت جلوی کلاب، رفتی که پیکاپش کنی، مثلا 2 خانومید جلوی در منتظرید، میپرسیم از هم دیگه how long has your husband been coming here؟ چند وقته که شوهرتون داره میاد اینجا؟ بیایم پایینی رو با هم دیگه چک بکنیم. یه جایی مثلا لایبرری، یه جایی مثل کافه شاپ، یک جایی مثل کجا بهتون میگم، مثل اصلا یوگا سشن، مثل کلاب ها، مثل جیم. اینجور جاها معمولا آدم یا مثلا اصلا رفتیم توی یک parent teacher day، یا رفتیم مثلا توی school play، توی یک نمایشنامه مدرسه‌ای که بچه‌م قرار بوده بازی بکنه، اونجا ممکنه که یکی از سوالای خوبی که میتونم بپرسم این باشه Do you live here? Do you live near here؟ شما همین اطراف زندگی میکنید. Around here, near here، شما همین اطراف، همین نزدیکی ها زندگی میکنید. وقتی من یک سوالی رو با do میپرسم، یعنی دارم به صورت کلی سوال میکنم، یعنی یک جنرال آیدیاست، یعنی کلا دارم میپرسم که نه همین الان، میپرسم که کلا شما نزدیک اینجا زندگی میکنید، با همون قانونی که بهتون گفتم تو لهجه بریتیش آر رو میتونید کاملا سایلنتش کنید. Do you live؟ این live رو دقت بکنید. live صدا خیلی کوتاهه، leave صدا بلنده، به معنی رفتن و ترک کردن. live، make sure your upper teeth touch your lip. حتما دقت کنید که این دندون بالاتون عذرخواهی میکنم، لبتون رو لمس بکنه و این وایبریشن اتفاق بیفته، این لرزش اتفاق بیفته. live near here، near here با لهجه بریتیش. Do you live near here؟ این نزدیکی ها زندگی میکنید. Do you live in the area؟ شما تو این منطقه زندگی میکنید. I mean in this neighborhood یعنی محله، area یه ذره بزرگتر، تو این منطقه زندگی میکنید. Do you live in the area؟ چرا؟ چون وقتی مثلا من کسی رو توی یک جیم میبینم، این تصور رو دارم که خونش همین احتمالاً همین اطراف یا همین نزدیکی ها باید باشه. یا مثلا خودم یک کامپلیمنتی میگم، از یه جایی تعریف میکنم، مثلا میگم this place is great. فرض کنید رفتم توی کافه شاپ و اینجا خیلی عالیه. بعد ازش میپرسم که do you come here often؟ Do you come here often؟ often رو بیشتر بریتیش به کار میبره و من توی لهجه‌های جنوب آمریکا هم often رو زیاد شنیدم. Do you come here often؟ اغلب یا بیشتر. اینجا زیاد میاین؟ اینجا often ببینی اغلب، زیاد. اینجا شما زیاد میاید. فرض کنید که مثلا من دارم توی یکی از این جاهایی که اسمش رو بردم، یه جایی اصلا نمیتونیم این سوالا بپرسیم که من دونه اینا رو که وقتی براتون گفتم میفهمید که من یه جایی اصلا این سوالا رو نمیتونم بپرسم. خودم تشخیص میدم که مثلا وقتی که رفتم توی فلان جا یکی رو میبینم، مثلا من وقتی رفتم جشن فارغ التحصیلی که نمیتونم بپرسم به طرف بگم که do you come here often؟ شما اینجا زیاد میای؟ معنی نداره که چون یک مرتبه ما با یک graduation ceremony invite و یا دعوت شدیم، بنابراین این سوال اینجا کاربرد نداره. وقتی که اینا رو با هم دیگه بررسی کردیم میفهمیم که کدوم سوال رو کجا بپرسیم. پس من میتونم اول یک کامپلیمنت داشته باشم، مثلا میگم this place is cool، اینجا خیلی باحاله. مثلا رفتید توی زو، بعد میگه this place is cool، اینجا خیلی باحاله. و بعد مثلا میتونم یکی از این سوالایی که بالا بود is this your first time here؟ اولین بارت میای اینجا؟ this place is so cool، اینجا خیلی باحاله. مثلا من دیگه نمیام ازش بپرسم do you live in this area؟ in the area، شما این اطراف زندگی میکنید. چون معمولا زو یه چیزی نیست که توی هر نیبرهودی یه دونه زو درست کرده باشم.
یا میوزیم اینجوری نیست که توی هر نیبرهودی بیان یه دونه موزه بزنن. پس خودم متوجه میشم که نمیتونم این سوال رو بپرسم. این سوال جالبی نمیتونه باشه. وقتی توی یک اگزیبیشن یا توی یک آرت گالری یا توی یک فیر، مثلا فرض کنید که من توی یک ساینس فیر با یکی آشنا میشم و میخوام سر صحبت باش باز بکنم، ازش میپرسم، میگم که which section do you like the most؟ کدوم بخش بیشتر خوشت اومد؟ مثلا این اول میپرسم Hi I'm فاطمه، بعد مثلا میگم Is this your first time here؟ اولین بارت میای اینجا؟ بعد یه خورده که جلوتر رفتیم میتونیم بپرسیم which section do you like؟ which exhibit؟ کدوم نمایشگاه رو do you like the most؟ بیشتر خوشت اومد؟ حالا اگه مثلا اون ساینس فیر باشه، اون نمایشگاه علمی باشه، مثلا طرف میگه که I like the robotics section so much or the most. من بیشتر از اون بخش روباتیکش خوشم اومد. یا مثلا توی اگزیبیشنی، توی یک آرت گالری اینو پرسیدم و طرف میگه I like for example Da Vinci exhibit the most. من اون نمایشگاه داوینچی رو بیشتر خوشم اومد. فرض کنید که سکشن پارت و اون طرف به من این رو میگه که من از بخش داوینچی بیشتر خوشم اومد. این رو میتونیم توی نمایشگاه ها میتونیم این سوال رو بپرسیم. پس این سوالایی که من پرسیدم سوالای خوبیه برای اینکه یخ رو بشکنم، برای اینکه یک start the conversation، یک مکالمه رو استارت بزنم توی هر کدوم از این شرایطی که با هم داشتیم. بیایم با هم دیگه اینا رو، این چند تا مکان رو با هم بررسی بکنیم و بعد بیایم جواب بدیم به اینا. ببینیم اگه یه نفر به من گفتش که Is this your first time you've been to this concert؟ اولین بارته که میای توی این کنسرت، بهش چی بگم؟ مثلا میگم که آره اولین بارم میام، نه مثلا بار چندمم، نه خیلی ساله دارم میام اینجا. چطوری جواب بدم؟ من یک ذره دوربینم رو بکشم این ورتر تا این بخش رو با هم دیگه چک بکنیم.